бинобар наздик омадани мавсими боришоти барфу борон дар ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, ташкилоту идораҳо, муассисаҳо ва хоҷагоҳии кишоварзии ноҳия дар рӯзҳои истироҳатӣ ҳашарҳои дастаҷамона ташкил ва гузаронда шуд. сарҷамъии сокинон дар ҳашарҳои умумӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва бо азми қавӣ даст задан ба корҳои ободонии диёрашон шаҳодат аз он медиҳад, ки пайваста дар талоши онанд, ки диёри худро ободу зебо гардонанд. طبق نقشه چورابینی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری ترکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی نویه شهرنو امروز در حدود نویه شهرنو حشر دسته‌جمعانه گذرانده شده. در حشر مذکور کانال زهبورها، راهروها، عکس‌های تازگی محل و تازگی راه گذرانده شده. در حشر دسته‌جمعانه مذکور زیاده از 800 نفر کارمندان تشکیلات‌های کارخانه اهالی برآمده فعالانه اشتراک نموده. بیش از 5 کوب پرتوهای سخت معیشی با پرتوگاه برآورده شد. ما کوشش به خرج می‌دهیم که بهر زیبا و آباد نگاه داشتن حفظ محیط زیست و تازگی محل همیشه سعی کوشش خود را رسانیم و در آینده نیت داریم که بازم کارها را در این سمت جانب نماییم. نظام یگانه در موضوع عمل زیرنظام‌های حدودی هنگام پیشگیری عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده خصوصیت طبیعی از جمله تازه نمودن سیل‌راه‌ها، زهبورها، کانال‌ها و جویبارها عملی و گذرانده شد. طبق نقشه چورابینی کمیته ولایت‌های فوق‌العاده مدافع گراجانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان درباره گذراندن مشق مخصوص تکتیم مدافع گراجانی جهت آمادگی قوا و وسایل زیرنظام‌های حدودی اوید با پیشگیری عاقبت‌های ولایت‌های فوق‌العاده خصوصیت طبیعی و با موسم زمستان سال‌های 2021-22 گذراندن حشرهای دسته‌جمعانه گذرانده شد. در این حشر تمام ساکنان ناحیه، اداره، تشکیلات‌ها، کارخانه‌ها، خواجگی‌ها و 7 جماعت شهرک و دهات اشتراک نمودند. در آینده این حشرهای دسته‌جمعانه تا موسم زمستان و بهار سال 2022 گذرانده می‌شود. همین طور در دو طرف شهرهای دوشنبه ترسوزاده از جانب ساکنان ناحیه شهرنو کارهای آبادانی و سازندگی و خرمگردانی با اتحاد سرجمعی اهالی و دستجمعی کارمندان کارخانه و تشکیلات و کلی زحمتکشان منطقه ادامه دارد.